8 آذر. در این لحظه از خودم مراقبت میکنم. من به احترام خودم برمیخیزم و صادقانه از حقایق خودم مشارکت میکنم. نگفتن به من آزادی بیشتری میدهد تا به آنچه برایم مهم است بله بگویم. آنچه میگویم انجام میدهم انجام خواهم داد. حد و مرزهای مناسبی میگذارم و از آنها پیروی میکنم. مسئولیت خود را میپذیرم و به نیازهای درونیم توجه میکنم. من به خودم و برنامه‌ام متعهد شدم.